شما باور میکنید که یه لبوبو قاتل باشه؟ مسخره است مگه نه؟ منم مثل شما فکر میکردم تا اینکه امروز اخبار شهر لس سانتوس اعلام کرد که واقعا یه لبوبو وجود داره که قاتل و شبا رأس ساعت 12 نصف شب هر شب یکی رو به قتل میرسه. و منو دوستم یعنی آقای کچل باید جلوی این عروسک قاتل رو بگیریم و بندازیمش زندان. اگر تو لبوبو تا الان آنبایس کردی همین الان تو کامنت ها بنویس لبوبو. قضیه از شب سه‌شنبه ساعت 8 شب شروع شد که سیمیون بهم زنگ زد. به بچه‌ها چطورید؟ آقا ببین کجا اومدم حاجی. یه دونه از این میتینگای ماشینه. بعد داشتم از اونجایی که یه ماشین جدید جمع کرده منم دیگه دعوتم کردن اینجا. حاجی تو کامنت ها بنویسید تو شهر شما از اینجور میتینگا میگیرن اصلا آخر هفته ماشین خفنا رو میارن بیرون یا نه؟ اینجا که بچه ماشین خفن خیلی شهر ما نداره. بعد داشتم ببین چی آورده بیرون. به حاجی BMW M4 آوردم براتون عشق کنید. حاجی خدایی نگاه کن رخ ماشینا. یعنی ببین کوپه است، BMW است، مشکی است. چی میخوای دیگه خدا وکیلی؟ خدا یه روزی شما هم چیزی سوار شین بچا بشه واقعا خفن. سیمیون این وقت شب داره ما زنگ میزنه. من مأموریت انجام نمیدم. الو فرانکی کجایی؟ چی شد سیمیون؟ چه صدات میلرزه؟ فرانکی همین الان میاد داره مغازه کی میخواد داره بکشه. فرانکی نه چی الان خچ وایسا ببینم گفت خالی کی منو بکش. آقایون شرمنده من باید برم. کجا میری داداش؟ من باید برم بابا یکی از دوستان به کمک نیاز داره. وایسا ببینم. بردا ببینم. بابا سیمیون هیچ وقت اینجوری به ما زنگ وای گوشش خاموشه. بچا برو بریم سمت اتوگالری سیمیون حاجی. امیدوارم اتفاقی واسش نیفتاده باشه. اتوگالری سیمیون. یا اول فاز بچا رسیدم بالاخره اتفاقی برای ای وای حاجی بچا چرا ماشیناش ترکیده؟ سیمیون اینجا کجایی؟ وایسا ببینم. وای خدا رو شکر بچه سالمه. سیمیون یا ابوالفضل سیمیون اینجا چیکار میکنی؟ یا چی کسی اینجاست؟ ای پدرسگ خودتو نشون بده. نه اینجا نیستی که فرار کرد. من داده بیداد کردم. مغازه بغلی ها اومدن این ترسید فرار کرد. کجا بودی فرانکلین؟ بابا من توی یه دونه میتینگ ماشین بودم زنگ زدی پرام ریخت. حاجی سرباز چرا خونیه؟ سیمیون چیکارت کرد؟ کی بود اصلا نشناختیش؟ نه بابا یه عروسک بود. ما رو فیلم کردی داداش با اون کله کچلت؟ نه به خدا جدی میگم. ببین یه دونه عروسک بود شبیه عروسکای از تا دیگه ترند شده. چی بهشون میگن؟ وایسا ببینم. نکنه اینا رو میگی داداش؟ ای عوضی آشغال. اینو میگی؟ آره خودش بود. ببین می‌خواست منو بکشه. خیلی هم زور زیاد بود. خدا شکر نذاشتم. ببین کجا رفت؟ از کجا فرار کرد؟ از در پشتی اتوگالری. در پشتی اتوگالری وایسا ببینم. حاجی خب الان خیلی وقت فرار کرده دیگه اینجا قایم نمیشه که. سیمیون من چه میدونم این داداشمون کجا؟ چی واسه اینکه واقعا یکی بوده. فکرم سیمیون داره چرت و پرت میگه حاجی. سیمیون راست همینجا وای سیم الان میام. کجا می‌خوای بری؟ وایسا همینجا من رد پا رو بچا دنبالش کنیم ببینیم به کجا میرسه حاجی. پشمام بچا اینجا رو نگاه کن حاجی. رد پا رو دارم دنبال میکنم. ببینم کجا داره میره. ای وای واقعا مثل اینکه قاتل می‌خواسته بیا سیمیون ما رو بکشه. نه از اونجا رد پا رو دنبال کنیم. اینجا قطع شد که تو این کوچه نیست. نه تو این کوچه رفته تو پارکینگ. وایسا ببینم. وای اینجا باید باشه حاجی. فکر کنم روز نرفته باشه. ای عوضی آشقا دهمن تو من سرویس میکنم. وایسا ببینم. ای صدا میشه به خودت نشون بده. بچا رد پا تا اینجا اومده. از اینجا به بعد دیگه کلا رد پا رفته و فقط یه رد لاستیک رو زمین میتونی ببینید یا نه؟ من چجوری بفهمم آخه حاجی احمد کاراگاه اینجا بچه دوربین داره. میتونم به لستر بگم فیلم این دوربین رو بردار واسه اینجا رو در بیاره. بذار لوکیشنشو واسه لستر بفرستم. اوکی بچه لوکیشن رو فرستادم. سلام لستر خوبی؟ توی اینجایی که واسط فرستادم یه دونه دوربین هست. میتونی فیلماشو واسم در بیاری؟ خیلی خب بچه برای لستر نمیشه. آره میتونم. چند لحظه صبر کن. باشه بچا این کجا رفته رو دیگه من از اینجا دیگه نمیتونم پیدا کنم دیگه. ببینیم مدل ماشینش چیه. از رو مدل ماشینش بریم پلاکشو در بیاریم. وقتی که پلاکشو در آوریم میتونیم ماشینشو ردیابی کنیم. بذار برم سیمیون خبر بدم. ای سیمیون داداش پیداش کردم. چی؟ لبوبو رو پیدا کردی؟ نه لبوبو نه بابا لبوبو رو پیدا نکردم. ببین همون کسی که اومده و اذیت کرده بود و یه ردی ازش زدم. من فقط منتظر خبر لسترم. همون لبوبو دیگه. چرا باور نمی‌کنی بابا فرانکلین؟ باور نمی‌کنم بابا لبوبو چی آخه؟ سیمیون تو هم بلند شو در مغازه‌تو ببند دیگه شبا اینجا امن نیست. منم برم سمت خونه لستر ببینم چی گیر آورده حاجی. و اینکه بچه‌های رکسا فامیلی مثل همیشه از 1 تا 10 به ماشین داشتم نمره بدید حاجی. خیلی ماشین خفنی داشتم. میدونی بچا بیمه برا حاجی. ببین این چراغ ماشین من سوخته بود دهن تو میسوزوندم. برو بریم بچا. پس یادتون از 1 تا 10 به ماشین جدید داشتم نمره بدید و اینم تو کامنت ها بنویسید شما ماشین چه رنگی دوست دارید. سفید یا مشکی؟ اینو بنویسید. من جفتشو دوست دارم ولی مشکی چیز دیگه است. جفت ماشینای
داشتم آدم مشکیه. خیلی خوب بچا رسیدم در خونه لستر. ای لستر در باز کن. باز بیا تو. وایسا ببینم پیدا کردی لستر یا نه؟ بعد چطوری فرانکلین خوبی؟ خب برات برم آقا وقت برای این حرفا ندارم. میگم پیدا کردی اون لوکیشن خیلی چیز مهمیه. یه قاتل داریم ما. آره پیداش کردم. ببین یه چیز عجیب است. بیا فیلم رو ببین. چه عجیب چیه؟ بذار ببینم بچا فیلم رو. خیلی خوب اینجا رو نگاه کن. این ماشینه مربوط میشه به هم قاتلی که ما داریم. خب چرا عکس لبوبو چسبونده رو ماشینش؟ خب حالا اینجا رو نگاه کن. بذار ببینم چی. حاجی بچا وایسا ببینم لسه میتونی فیلمو برگردونی؟ آره اینجا رو نگاه کن. حاجی یه لبوبو میره سوار ماشین میشه. آره داره میره. میتونی رو زوم کنی؟ حاجی این چرا خونه روش؟ همون دیگه اینجا رو نگاه کن. شماره پدر که منشم تونستم بردارم و الان میدونیم کجاست. پشما پس حرفای سیمیون درست بود. لسه لوکیشنش همین الان داری واسه من بفرستی؟ میخوام سراغش. تنهایی مطمئنی اتفاق برات نیفته؟ نه بابا دهنشو سرویس میکنم. بفرست لوکیشن رو برام بفرست. دمت گرم گل کاشتی. حاجی پرام ریخته. واقعا یه لبوبو قاتل داریم ما. مگه میشه همچی چیزی؟ بچه برو بریم. لوکیشنشو دارم. گازشو بگیرم. ما رسیدیم 12 نصف شب بیابون سندیشو. واسه ببینم بچه چرا داره صدا آژیر پلیس میاد. نکنه دستگیرش کردن. ای پدر سگ و پلیسا میگن تو تا رسیدن. به دهنشو سرویس کردین ها. وایسا ببینم بابا وایسا. آخ ببین این صحنه به سیمیونشون بدم و پراش میریزه. داداش چی شده؟ دستگیرش کردیم مگه نه؟ اما چی میگی برو اون بر؟ میگی یعنی چی؟ جناب سلام خسته نباشید. چی شده اینجا؟ متاسفانه همین چند دقیقه پیش رسم ساعت 12 یه قاتل اومده اینجا یه نفر رو به قتل رسونده. مامورای ما هنوز پیگیری میکنم ولی هیچ سرنخی از قاتل به دست نیاوردیم. بسو ببینم یعنی قاتل رو دستگیر نکردی؟ نه هیچی ازش نمیدونیم. ای بابا قاتل باشه چش. شما ماجی من فکر کردم دستگیرش کردین. خب چه غلطی الان بکنم بابا؟ این سرنخی من ند چی دوباره رد پا. الان خیلی نگذشت حاجی باید اینجا باشه. یه قاتل همیشه به محل جرمش برمیگرده. وایس حاجی وایسا بچه پشمام اونجا رو نگاه. حاجی خودشه. ای بچه کجا داره میره؟ وایسا ببینم. وایسا بچه این که خوده ای وای حاجی همون ونه بود. وایسا برم دنبالش. داره میره سوار ماشینشه. به پلیس هم بچه خبر نمیدم. پلیس خبر بدن خودشون میخوان دستگیرش کنن. من میخوام دستگیرش کنم حاجی. من خودم این لبوبو رو میخوام حاجی. واقعا لبوبو بود داش میرفت. میگه لبوبو اصلا زنده میشه. درسک زنده نشیه. وایسا ببینم حاجی. بچه سوار ماشین شده داره میره. آره دیگه ونش هم همون ونه. ای دهنت سرویس. چه برو بریم ببینیم کجا میخواد بره. ای نامرد دهنتو سرویس میکنم. وایسا بچا گمش کردم حاجی. نفهمیدم از کجا راست رفت از چپ رفت. اینقدر سری با این ونا گازشو گرفت. منم این بی ام بچه یکم کپش پایین اینجا همینا کپش میگیره. نمیدونم کدوم قبر حاجی پیداش کردم. خودشه اینا عکس خودش رو ماشینش. ای پدر سگ. بیا بیرون ببینم پیدات کردم. دستو بزن بالا سر زود باشم الان. بسونم چرا هیچ کس ماشینش نیست. بذار عقبشو باز کنم. بچا پشت ماشینش هم هیچ خبری نیست. فقط چند قطره خون ریخته اومد. پیدا کردی؟ پدر سگ پیدات کردم اینجایی پس. آره چجوری زنده ای هستم؟ مگه میشه همچین چیزی؟ حرف بزن چرا هیچی چی گاز چیه؟ حاجی بچا میسه ببینم گاز چی زدی؟ حاجی آرام داره بد میشه. مثل چشم داره میسوزه. وای بچا آرام داره بد میشه. اینجا نمیتونم ببینم حاجی. وای حاجی من کجا رفتم؟ وایسا ببینم. بیهوش شدم نفهمیدم چی شد. الو یا ابوالفضل من اینجا چیکار میکنم؟ حاجی آقا تو رو خدا کمک. ای لبوبو حرومزاده من اینجا آوردی چیکار؟ بیا اینجا رو در رو حرف بزنی. بودو بیا آقا کمک. هیچ کس چرا نیست؟ کمک کندش بزنم حاجی. چیکار کنم؟ دستامو با تناب بسته به صندلی تکونم بخورم پرتیشه. صدای زیر پام بود داره چوباش اصلا باز میشه. ای گندش بزنم تکون نخورم بهتره. آقا کمک تو رو خدا. ای بچه این ماشین اومد. آقا کمک تو رو خدا. وایسا ببینم پیدا کردم فرانکلین. چی؟ وایسا ببینم سیمیون تویی که چجوری منو پیدا کردی؟ دستامو باز کن حاجی. باورم نمیشه. به لستر بابا زنگ زدم از روی خط تلفنت پیدات کردم. پشمام دمت کرد. آقا دست منو باز کن. چی شده حالا؟ بابا دستامو باز کن به توضیح میدم. عجب آدمی هستی ها. آخ دست در نکنه سیمیون. حاجی ببین قضیهش مفصله. من اون لبوبویی که گفتی حاجی واقعا لبوبوه. تکون میخوره یارو. گفتم بهت که. خب ببین اونو من دیدمش ولی تا اومدم برم دستگیرش کنم حاجی یه دونه نمیدونم گاز چی زد من بیهوش شدم. گاز چی؟ گوزید؟ نه بابا
احمق دارم میام یه گاز زد، گازه نمیدونم یه جوری خواباور بود، خوابم برد بیدار شدم اینجا بودم لب دره. حاجی نمیومدی نمیدونستم چه اتفاقی واسم میافتاد. دمت گرم. آره من دیدم تلفنتو جواب نمیدی، بعد دیگه از طریق لستر تلفنتو ردیابی کردم فهمیدم اینجایی. دمش گرم حداقل تلفنمو بردم. چرا خب باید این کارو کنه؟ ای گندش بزنن حاجی. سیمیون من یه ایده دارم. چیه ایده چیه؟ بیا بشین به توضیح میدم کامل. حاجی باید بریم اداره پلیس کامل بهشون بگیم قضیه رو. خب اونا هنوز نمیدونن قاتلی لبوبو، فکر میکنن آدم معمولیه. مطمئنی؟ آره بابا مطمئنم. داشتم میگفت هنوز ما نمیدونیم قاتل کی و اینا. ببین دیشب راست ساعت 12 یه نفر رو زده بود کشته بود. آره دیدم خبرشو پخش شده. همون دیگه باید بریم حاجی، باید بریم اداره پلیس همه چی واسهشون تعریف کنیم. بچا برو بریم اداره پلیس شهر لس سانتوس. قربان من حرفای شما رو به هیچ وجه باور ندارم. آخه مسخره است حرفاتون. یعنی چی عروسک میتونه قاتل باشه؟ بابا بفرما. گفتم سیمیانی باور نمیکنن اینا. به خدا ببین آقا من ویدیوشو بهتون نشون دادم تو پارکینگ از سوار ماشین شد من ندیدین. باشه ممکنه AI یا هوش مصنوعی درست کرده باشید اصلا مشخص نیست. عجب آقا ما میگیم AI. این اما عکسی که رو ماشینش بود این که دیگه خودشه که. اینا ممکنه فتوشاپ باشه. نه ما باور نداریم. احتمالاً با یه قاتل زنجیره‌ای طرفیم و به زودی هم دستگیرش میکنیم. خدا عجب آدم. اگه من دستگیرش کردم چی؟ ما برای کسی که اونو بتونه به ایستگاه پلیس ما تحویل بده $100,000 جایزه نقدی در نظر گرفتیم. $100,000 پول میدیم بهم اگه بیارمش؟ بله که میدیم. البته نه لبوبو قاتل. لبوبوی قاتل منظورته؟ من همون لبوبو رو واسط میارم. سیمون بیا بریم. اینا حرف خوردشون نمیره. میخوای چیکار کنی الان فهمی؟ ببین من یه ایده ای دارم حاجی، شاید مغز نداشته باشم ولی یه ایده ای دارم. چیه بگو ببینم. ببین این داداش قاتلمون خب هر شب رأس ساعت 12 یکیو میکشه مگه نه؟ خب ببین ما که میدونیم الان کجا میخواد بره آدم بکشه، لوکیشنشو که داریم. این همیشه معمولا نزدیک لوکیشنایی که قتل انجام میده همونجا وای میسه دور اطراف اونجا، مثل همون جایی که من دیشب پیداش کردم. خب به جمالت وایسا آقا. وقتی که پیداش کردیم این میفته دوباره دنبال من. خب وقتی ببینه من دوباره برگشتم میخواد منو بکشه. اوکی خب زهرمار دیگه آقا. این میفته دنبال من، ما میتونیم یه تله براش درست کنیم میفته تو تله ما. وقتی که افتاد ما دستگیرش میکنیم. نظرت چیه؟ چه فکر خوبی کردی. آره اینم میشه. همین میشه دیگه آقا. راه میافتم میام جلو در خونه‌ام. بچا جلو در خونه‌ام باید تله درست کنیم. سیمیون تو ایده ای داری؟ آره یه چیزایی تو ذهنم هست. حاجی تو ذهن منم هست. وایسا ببینم. مغز نداشته باشم ولی یه ایده ای دارم. یا نه حاجی نزدیک خونه من جواب نمیده. یه برنامه دیگه دارم. برنامه چیه؟ بذار ببین الان میام بهت نشون میدم. بچه‌ها راستی آقا اگر ویدیوی ترسناک GTA دوست دارید همین الان این ویدیو رو لایک کنید و تو کامنت ها بچه کلمه ترسناک رو واسه داش محمد بنویسید. و اگر ویدیوی لبوبویی میخواید آقا کلمه لبوبو رو بنویسید. لبوبو فکر خیلی طرفدار داره. بچه‌ای که ویدیوی لبوبو رو ندیدین لبوبو فروشی توی GTA عکسش اینجا میاد. بچه‌ها حتما برید ببینید. و اینکه تو اون ویدیو ما قرعه کشی هم داشتیم. حتما بچه تو قرعه کشی شرکت کنید. قرعه کشیش فکر کنم 1.5 2 هفته دیگه بچه من خودم قرعه کشیشو میذارم و به 5 نفر از شما نفری یه دونه لبوبو میدم. بفرما سیمیا رسیدیم. چی اینجا؟ بله که همینجا. بچه‌ها اینجا رو نگاه کن حاجی. یه برنامه خیلی خفن دارم. این فقط کافی بیفته دنبال من. فقط سیمیون من به کمک و زمانبندی تو خیلی نیاز دارم. یادت راحت رو حساب کن. بله بچه‌ها باید وایسیم تا امشب بشه و قبلش هم باید اینجا رو کامل درست کنیم. چند ساعت بعد. خیلی خب بچه‌ها مکانیزم ما آماده شد. خب آقا قضیه از این قراره. نقشه اینجوریه که من داداشمون رو تا اینجا دنبال خودم میکشونم با سرعت زیاد و این میخواد بیاد منو اینجا خف کنه دیگه. خارج از شهر بهترین جا برای اینکه قتل بعدیشو انجام بده. ولی خبر نداری که سیمیون ما اینجا وایساده. من اینجا بچه یه دونه در سیمیون گفتم بزنیم و یه دونه رم. این در رو من ازش رد میشم. سیمیون در رو میبنده مجبور میشه برای اینکه دور بزنه از روی این بره و وقتی از روی این میره پرت میشه تو آب و اون موقع است که ما میریم بالا سرش. ببین سیمیون مولای نقشه من کشیدم نمیره. فقط تو اینجا باشه. حواست به زمانبندی باشه. من رفتم سری درو ببندی. یادت راحت فرانکلی من اینجا میمونم. خیلی خوب پس منم میرم سراغ آقای لبوبوی قاتلمون و سعی میکنم تا ساعت 12 بشه ببینم کجا باید برم. لوکیشنش هم که از سیمیون گرفتیم. حاجی همه چی داره طبق برنامه پیش میره که لبوبو رو دستگیرش کنیم. به به ساعت 12 نصف شب و قتل سوم. بچه‌ها الان دارم نگاه میکنم. حاجی رو گوشی نگاه کن. دقیقاً ساعت 12 نصف شب و بله رسیدیم. حاجی گفتم بهتون حاجی این هر شب میخواد رأس ساعت کیو تو کوچه زده خف کرده. بسم این دیگه چیه؟ وایسا اینا. اوه بنده خدا رو حاجی نگاه کن. آج خانم ببخشید یه رسمی شما اون و آقای خانم لطفا ویدیو عکس نگیرید. اینجا این منطقه مجرمانه است. نباید وارد چی. داشتش ما ویدیو عکس نگرفتیم که سیمیون داره زنگ میزنه. الو فرانکلی من تو موقعیت آماده باشم؟ آره آماده باش. حاجی من هنوز پیداش نکردم ولی قطعا رو پیدا
سیمیون آماده باشه باشه حالا به زنگ میزنم. خدافظ. چا جی رد پاش اینجاست، وایسا باید همینجا باشه. چی اونجا رو نگاه کن. بهترین کار اینه برم با ماشینم جلوش کرم بریزم، این میفته دنبالم. آجی این نره عصبی که من چرا فرار کردم من دستش. خیلی احمقی، بعد تو وقتی فرصتشو داشتی منو میکشتی. خره برو بریم بچا. به ببین کی اینجاست، خوشگله. چی امکان نداره اینجا نم تو دوری برات میزنم. هنگو بگیرو حال میکنی یا نه؟ بیا دنبالم بچه برو بریم. میام میکشم از اشکال. بایستا آمدم. داش بودو بیا دنبالم. به بچه گازشو بگیر آجی، گازشو بگیر. زن سیمیو زنگ بزنم. الو سیمی چیه فرانکلیو؟ دیدی قاتله رو دیدم به کنار. ببین دنبالم الان با بنش. آجی آماده باشی یا بهت زنگ زدم درو ببند. باشه آمدم. خیلی خوب دارم میام. وای بچه چسبیده بهم. آجی گازشو بگیر الان میاد دنبالم ها. بچه برو بریم. آجی خدا رو شکر ترافیکی هست، راحت میتونم اینجوری ویراژ بدم از بین ماشینا رد شم. گازشو بگیرم ولی نباید کاری کنم منو گم کنه. بدو بیا بچه داره دنبالم میاد. آجی نزدیک 100 شدیم. وای مثلا کم دیگه بچه باید به سیمیون زنگ بزنم. اوه گاز گرفته داره میاد دنبالم ها. بعد جور عصبیه. بگی منو بگیره منو تیکه میکنه. داره میاد. بله داره میاد. میام دنبالت دلی. قراره بعد جور دهنت سرویس بشه. بدو گازشو بگیر. زنگ بزنم به سیمیون بردار گوشی افتاده دنبالم. سیمیون بردار گوشیو. حالا ببخشید دستام بودم. دستام چه موقع؟ ببین سیمیون همین الان من دارم میرسم. خب رد شدم داره میبندی ها. حالا تو بیا. بچه داره میاد دنبالم. سیمیون داره باز کن. خیلی خوب ببند درو. ببند. ببین کی اینجا. خب فرانکی رد چی داره میاد. بذار من درو ببندم. درو بستم. چه فکر کنم آجی افتاد تو دریا. آره افتاد تو دریا. صداش اومد. وایسا ببینم سیمیون کجا رفت. بچه نور چراغ ماشینش که از اینجا مشخصه. خیلی خوب سیمیون کار عالی بود آجی. الان باید ببینی از کجا فقط میاد بیرون. بذار من اینجا رو نگاه کنم. کجایی عوضی بیا ترسیدی. وایسا ببینم. ای پدر سوخته. وایسا گیرت آوردم. سیمیون بدو این سری دیگه نمیذارم دستم فرار کنی. عوضی وایسا در سعی فکر کردی من واقعا میذارم دستم فرار کنی. بچا اینجا راه کن. عوضی ببین. دستو بذار سر. زود باش الان. بزن باش. ببین در سگ. ای عوضی. ای سیمیون بدو بیا آجی گیرش آوردم. باورم نمیشه فرانکلی. گیرش آوردیم. معلومه گیرش آوردیم. بزن پلیس. بگو اون جایزه رو میخوایم. بچه گیرش آوردم. یس. اداره پلیس شهر لس سانتوس. آقای فرانکلین از شما و دوستتون صمیمانه تشکر میکنم که تونستین این قاتل خطرناک رو برای ما گیر بندازید، اونم بدونی که بکشیدش. واقعا ممنونیم. خدمت شما اینم از جایزه‌ای که برای سر این قاتل تعیین کرده بودیم. $100,000. مبارکتون باشه. ای بابا منو میاریم بیرون. از شما در نکنه. مرسی. بهتون گفتم بالاخره گیرش میارم. باور نمیکردن. انگوش به دهن مونده بودن. قاتل ما یه لبوبوه. آقا فقط جسارتا اینو میشه بدین توی کیف من ببرمش. بله حتما. به دست شما در نکنه. سیمیون بیا بریم آجی بیا بریم. راستی بچه یادم رفت چیزی بهتون بگم. آقا رنگ ماشین رو سفیدش کردم. فکر کنم چیز خفن‌تری شد. حالا چند وقتی دور رنگش عوض می‌کنی. به نظرم خیلی باحال شد. بچه رینگاش هم عوض کردم. این سری رینگا رو مشکی کردم. بدنه سفید. یه دونه اسپویلر عقبم واسش گذاشتم. آجی خیلی جیگر شد. البته با این پولایی که الان دارم بچه دیگه بی ام خیلی مهم نیست. یاد بریم سراغ ماشین خفن‌تر. پورشه مازراتی هم آجی خفن میشه. بعد بریم مازراتی میتونیم بگیریم. حالا سیمیون بریم. آره بزن بریم فرانکلین. کار تعالی بود. قربونت برم. بیا سوارشو بریم آجی. بدو چه یه لحظه وایسا. آجی نه یه لحظه وایسا. سیمیون تو همینجا یه لحظه وایسا. من الان میام. چیزی شده؟ نه میخوام برم برای آخرین بار با لبوبوی خوشگلمون خداحافظی کنم. ببخشید میتونم من یه لحظه برم اون لبوبو رو ببینم؟ بله مشکلی نداره. همه شما گرم بچه. برو ببینیم آجی. یکم براش کوری بخونم. دهنشو سرویس کردم اینقدر واسش کوری خوندم. به ببین داریم میریم پیش کی؟ پدر سگ. اینقدر بچه حرف میزنه اصلا بسنو این چرا مرده؟ حرف بزن. بچه چرا برقا رفت؟ بچه وایسا ببینم چرا برقا یه لحظه رفت. اگر دوست داری بریم سر وقت پارت دوم، همین الان این ویدیو رو لایکش کن و توی کامنت های قلب برای داشتمد بذار. خیلی زیاد دوست دارم. مراقب خودت باش. جات تو قلب داشتمد و تا یه ویدیو دیگه. فعلا